مسئولین ریاست دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی در شهر خوجند مسابقه غیر عادی را تشکیل نمودند. مسابقه مذکور ورزشی گردیزی و سمت معین کنی نام گرفت. گفته شد که این مسابقه بار اول در تاریخ تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. این مقصد ما اینه که همون اگر نقشه یا نقش خونده تواند با واسطه نقشه توپوگرافی چین کرده تواند مسافه یا اینکه خونده تواند برای اینکه هر یک سیتواسیون روی زمین با یک علامت شرطی نشان داده می شود. برای همین این هم برای جهانبینی استودنت ها هم برای آینده کارهای استثماری میکردگانشان بسیار لازم است و بسیار رولی مهم میباشد. ورزشی سمت معین کنی اینجوری برای چی گردیزی ما وقت کردیم؟ برای اینکه این همه خریدها از روی گردیزی همش با واسطه اصولهایی که گردیزی می‌آموزد و گردیزی نقشه برداری میکند در اساس همین میشود. در مسابقه مذکور 24 نفر دانشجویان اختصاصی مهندسی گردیزی دانشکده اشتراک نمودند. در آغاز از جانب استادان دانشکده شرط‌های مسابقه به اشتراکچیان فهمانیده شده لوازمات ضروری از جمله خریده‌های گردیزی تقسیم گردید. اشتراکچیان مسابقه را می‌باید از روی آن خریده 10 نقطه‌ای که در آن اشاره شده است دریافت نمایند. نقطه 1 دیدیم من نقطه 1 جواب من اینجا از برآمدم من استارت می‌گیستم گفتم میبرم نقطه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 همین نقطه های باید پای در پای یافته کی که یکم اگر همین جواب با گشته بیان اون کس مسابقه جای یکم میگیره دوم بیان جای دوم ما وقت معین نمیکنیم برای اینکه کی میدوند ممکن موبایل نیم ساعت و این درازی مسافه همین تراسی که ما اینجا نشون دادیم همگی 2 کیلومتر تو از 1 کیلومتر این طرفی راه 1 کیلومتر این طرف. مسافه عمومی که در خریطه گردیزی نشان داده شده است 2 کیلومتر را در بر میگیرد. در هر یک نقطه داوران وابسته شده بودند که اشتراکچیان را قبول و گسیل میکردند. وقت برای آنها بی‌محدود بود. نفری که اولین شده همه نقطه های مقرر شده را میگذرد و وارد دانشکده میشود غالب دانسته میشد. برای دانشجویان یگان امکانی استفاده نمودند از کمک نفری موجود نبود. هر نفر برای غالبیت خود مبارزه میبرد. نهایتا همگی در مدت 25 دقیقه اولین اشتراکچی به مرا رسید. در مسابقه ورزشی گردیزی و سمت معین کنی دانشجو دختران نیز فعالانه اشتراک کردند. پس از بازگشت هر یک از دانشجویان قناعتمندی خود را از این مسابقه ابراز نمودند. این بازی خیلی شوق‌آور بود که در خریطه جایگیر نموده بودند. هر یک نقطه ها را ما در همین بازاری پنجشنبه کمتر مشکلی کشیدیم و به دانشگاه خود رسیده آمدیم. مینداری خود را به راهبریتی همین دانشکده میرسانم. شوق و ورزش از همین بود که من رقیب خود را گذرم گفته حرکت میکردم تا که رقیب خود را پیش. برای من این نقطه از همه مشکل ترین نقطه پنجم بود که در فضم که یعنی راه زیرزمینی جایگیر بود که آن را یافتن به من خیلی دشوار آمد. اولین اشتراکچی مسابقه در مدت 25 دقیقه و آخران در مدت 1 ساعت و 30 دقیقه به مرا برگشت. باید گفت که در هر یک نقطه معین شده داوران نیز قرار داشتند. دیرکتور دانشکده خلاصه هایش را از این مسابقه به اشتراکچیان بیان نمود. ملکه خواندنی نقطه‌های توپوگرافی از روی اون کارت‌های توپوگرافی که об'єкт‌های شما خواندنتون برای ساختمانچی این ملکه بی‌نهایت ضرور است. ما می‌خواهیم در آینده این چهاربینی‌های زیاد کنیم که هر جنبستی سیکل، هر جنبستی کورسی یا یک مرحله‌ای که شما می‌گذارید برای این ملکه‌های معین کردن این ما برای می‌مونیم. نهایتاً مسابقه جنبست گردید و غالبان معین شدند. به 3 نفر غالبان دیپلم و تحفه‌های پولی تقدیم گردید. گزارش اوغلای رجب و ظفر غفورов برای برنامه اطلاعاتی امروز.